و من فکر میکنم که اگر در تاجیکستان به سالهای نزدیک همین گونه ترقیاتی که چند سال آخر به مشاهده میرسد همین گونه ترقیات و پیشروی ها شود، البته مهاجرت مهنتی کمتر می شود و امیدوار هستیم که این کمتر می شود. و پرابلم ای از همه مهمی که امروز در پیش ما ایستاده است این ساختن نیروگاه های آبی برقی است و انشالله در صورت ساخته شدن نیروگاه های آبی برقی شماره کارخانه ها زیاد می گردند و مهاجرت مهنتی نیز کمتر می گردد. مهاجرت مهنتی در شرایط معاصر، در شرایط امروزه من گفتن نمی توانم که به طور مطلق قطع می گردد. حتی در کشورهای پیشرفته ترین نیز این چیز به مشاهده می رسد. یگان مثلا به مردم وابسته است. به مردم معقول باشد به کشور دیگر رفتن و زندگی کردن و پول کار کردن و خواه ناخواه می رود. پیش راه مردم را ما گرفتن نمی توانیم. با فکر مهاجرت این دوام میکنه. برای چی؟ برای که تو وقتی شرایط زندگی تو وقتی بلند نشد طرف حکومت مهاجرت رفتن مثلا امکان دارد که پورا قطع شود این مهاجرت، یعنی یگان کس نرود روسیه کار کنه؟ نامعلوم نمیدونم. خیلی که مثال چند که مثال دولت و حکومتی که با چند که با اینها دیدستم که با نقصر و خاطر شدستن و چخیلی که مثال کار و بار و چیزی که زوادها و دیگر کار داده و مثل اگر که مثال شود میتونن که خارج هم نرون، برای که واسه اگر حساب کنیم چیزی که درآمدهایی که در تاجیکستان هم هستن در مثال در روسیه هم هست، اما چیزی که درآمد و خراجاتی که چی هست یک شدستن میتونن که در اینجا خراجات کنیم. مثال من در اینجا کار و بار خود میبریم در تاجیکستان، شکر خدا رزق روزیمون هم چه افتاده. اینجا با فکرم که توفیق نمیرود، برای که سطح زندگی مردم هم خیلی شدگی است. مردم تاجیک مثلا فریب شو میکنه سونشون نمیتیان، میگه خیلی سون میتونه فریب میکنه سونشون نمیتیان. برای همین با فکرم که مردم تاجیک میتونن که در تاجیکستان جای کار مثلا یگان جای چی افته فعالیت کنن کم میشه. با کدام خاطر؟ به خاطری که سال تا سال همین چی خیمون میشیده است، حکومت خیمون هم میشیده است، نرخی نوای هم جمع توری گرفته است با اونجا کاری هم میچیش همین میگم. مثلا در کدام حالت میتونه که پورا قطع شود مهاجرت؟ همچنین امکان دارد؟ بله دارم، من هم چیکار نمیکنم. کمتر می شود چونکه همین دوشنبه آزاد شده است، برای همین کمتر می شود. امکان دارد که مثلا پورا قطع شود، یعنی که هیچ کس نرود دیگر کار کنه؟ همچنین امکان هست؟ نه رفتن گیرد هیچ گپ نه. به نظر من باید کم شود. یک اجرا شما بچه من رفت 2 سال کار کرد اومد اویلادور شد و دید که با نمیشه برا بکار کنید، لیکن ما امید داریم که آینده بگذار بروم جوانبینشون واسه شاید اگه داره بفهمم بدونم ببینم بیاین، لیکن با در وطن خود با دیگه نمی‌نون راحتی جون. با فکر ما که کارخانه و زواد فابریکا زیاد شود و معاشی کارگرها بلند شود، ممکن که نروند، برای که بچه ما هر معلومات عالی دارن، لیکن بعضی اداره دا کار میگه معاش بعد بازار جوابو نیست. همین معاش هم میگیری 3 روز میخوره، یک هفته دیگه مجبورن که مهاجرت بروند.